رفقا سلام علیکم، امیدوارم که حالتون حسابی خوب باشه. در فوتبال، مد و تجارت اسمهای زیادی به ذهن ما نمیرسه، اما دیوید بکام یکی از اونهاست. این قسمت قراره بپردازیم به خدای جذابیت در فوتبال. پس توی این ویدیو با ما همراه باشید. دیوید روبرت جوزف بکام متولد 2 می 1975 در کشور انگلستانه. او سابقه بازی در تیم‌های بزرگی مانند رئال مادرید، منچستر یونایتد، آس میلان، لس آنجلس گالاکسی، پاریس سن ژرمن و تیم ملی انگلستان رو هم در کارنامه خودش داره. هنگامی که 11 سالش بود در مسابقات ملی بابی چارلتون در فوتبال مدارس برنده شد و همین باعث شد که یه سفری داشته باشه به بارسلونا و اونجا مورد توجه استعدادیاب‌های باشگاه منچستر یونایتد قرار گرفت. آقای دیوید بکام اولین فوتبالیست انگلیسی هستش که در 3 تورنمنت متوالی در جام جهانی تونسته گلزنی کنه و همچنین آقای دیوید بکام به عنوان اولین فوتبالیست انگلیسی هم هستش که 100 بازی در رقابت لیگ قهرمانان اروپا انجام داده. سال 2007 قبل از انتقال به لس آنجلس گالاکسی این باشگاه تعداد 250,000 پیراهن آقای دیوید بکام رو پیش فروش کرد. خب این قاعدتاً نشون از محبوبیت ویژه خدای جذابیت در سرتاسر دنیا داره. اما این نکته آقای دیوید بکام در سال 2017 زمانی که به باشگاه پاریس سن ژرمن پیوست، مبلغ قراردادش 200,000 یورو به صورت هفتگی بوده و این 200,000 یورو رو به کودکان اهدا کرده. و البته اینم بگم که سال 1999 آقای دیوید بکام نایب قهرمان رقابت بر سر گرفتن توپ طلا شده. خیلی ممنون و متشکرم که با این ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که این قسمت به دلتون نشسته باشه. خیلی خلاصه رفتیم یک کوچولو دنیای آقای دیوید بکام رو ورق زدیم. مراقب خودتون باشید. در ضمن اینم بگم که فراموش نشه دوستتون دارم. خداحافظ.